ایک جخوارنین که دهی و رمضان دا خواست که زور لسر ترشیه جبوی فتاره. لآکره به دهان ساله ترشی دهیتا آماده کرن و فروتن. ایک جوان دکانان هادی و براین وینه او نزدیکی 17 ساله کار فروتنا ترشی دکد. و روزانه او لویره او ترشیوی برهفگیری دفروشی تا کریارین خواه. و وی گلک ولاتی جبرتام خوشه و ترشیهی لدور خواه کم کرینه. اوه 17 سالم شو ترشید که اینو والیداتم باش خرال سه ترشی و ام 4 برا لیره شول دی که اینو گه 3 برا زاید من دیگل من دا الحمدلله حتانو که معاملی خوباشی های قضاء کره و دروش حتی دهوکی و هبلیره و سلیمانیه و مصیفه و رانیه و حتی بار بگه حتی چید بو بغداد مثلیش یعنی هندک معاملیت خومه های بو اوی منطقهش تیچدو. 5 جورین ترشیان دوی دکانی دا هنه و هادی بدروزکن آوان جور ترشیان شیای لچندین باجرین دیتر ولاتیان جبوی دکان خواه بهینیتنو. و او پتر جهمی دمکی دمها رمضان دا ترشی خواه دفروشیتنو بوی کاریجی شیای جان خواه بریو ببتن. ترشیامش ترشیام دبسه او یا هناره او یا زر او آوا پرتقال او جورت زیتوناش 10 جورت زیتونا مایتای. در روزان هیوا رمضان دا و بریا فتاره دوی دکان دا خلق سرای دگریتن جبوی کرینا ترشی جبوی فتاره. و گلک ولاتی هنه چند ساله لویره ترشی دگل خواه دبنه و چند ساله که ترشی دکان آکره گلک بناو بانک بویو حزا ولاتیان بو کرینه برجه که برچاو بلنبون بخواه دیتیه. دلبرین غازی کرسات نیوز آکره.